اگر فکر می‌کنید انویدیا با ساختن کارت‌های گرافیک قوی رهبر هوش مصنوعی شد، سخت در اشتباهید. داستان اصلی یک استراتژی هوشمندانه بود که تقریباً هیچ کس اون رو ندید. قطعاً می‌دونید که قدرت واقعی کارت‌های گرافیک در پردازش موازی کارهاست. جایی که CPU‌ها تک نفره کار می‌کردند، GPU‌ها مثل یک ارتش هزاران عملیات رو همزمان انجام می‌دادند و این دقیقاً چیزی بود که هوش مصنوعی بهش نیاز داشت. اما سخت افزار به تنهایی برای امپراتوری در این حوزه کافی نبود. و این نقطه ای بود که انویدیا از استراتژی مرگبار وندور لاکین استفاده کرد. این پلتفرم به همه اجازه میداد از تمام قدرت جی پی یو ها استفاده کنند، اما یک قانون داشت که در ابتدا کسی بهش توجه نمی‌کرد. کدهای نوشته شده فقط روی سخت افزار انویدیا قابل اجرا بود. هر محقق و شرکتی که وارد این بازی میشد ناخواسته در اکوسیستم انویدیا قفل میشد. چون مهاجرت از این پلتفرم مساوی بود با میلیون‌ها دلار هزینه و کدنویسی مجدد از ابتدا. وقتی تب هوش مصنوعی جهانی شد، رقبا کاملا جا موندن و انویدیا سخت افزار، نرم افزار، جامعه 1 میلیونی از متخصصان رو داشت و این یعنی یک امپراتوری تریلیون دلاری که ارزشش حتی از آمازون و اپل هم بیشتر شد. تجویز من امین صادقی به شما اینه که در هر جایگاهی که هستید صرفاً یک فروشنده محصول و خدمات نباشید. اکوسیستم بسازید. این همون استراتژیه که دیجیکالا با سوپرمارکت، خدمات اعتباری، دیجی پلاس، کیف پول و همینطور فیلم و فیلم نت با فیلم و سریال اختصاصی استفاده میکنن. ساختن جزیره‌ای که خروج از اون امکان نداره، دقیقاً مثل فیلم شاتر آیلند.